سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز. امروز خواستیم چند تا نکته در مورد ترازهای لیزری که گفتنش خالی از لطف نیست به خدمتتون اطلاع بدیم. در مورد ترازهای لیزری مهمترین نکته بحث ضربه خوردن و افتادن تراز لیزریه که باید خیلی مواظب این مورد باشیم. بحث دوم اینه که زمان حمل و نقل حتما دستگاه رو رعایت قفل قرار بدیم که پاندول دستگاه تکون نخوره. مورد دیگه که در زمان استفاده از پایه آهن‌ربایی استفاده میشه واسه حالا موارد فلز، حتما به این نکته توجه کنید. وقتی بهتر به جایی میچسبونید از محکم بودن پایه اطمینان حاصل کنید که این پایه از جاش نلغزه و تراز ما خدای نکرده آسیب نبینه. مورد دومی که ترازهای لیزری خیلی الان داره اتفاق میفته بحث باتری انداختن ترازهای لیزریه. تو ترازهای لیزری حالا مدل 2640 که الان ما اینجا داریم روی پشت درب باتری قسمت‌های مثبت و منفی رو کشیده. بیشتر دوستان اشتباه فرض می‌کنن چون فنر داره تراز باتری رو برعکس می‌ندازه. قسمت مثبت رو سمت مثبت می‌ندازیم، منفی هم همینطور. تراز رو درش می‌بندیم، کلید رو روشن می‌کنیم. این تراز 2640 کلا تک دیوده و دو دیود نیست، یعنی عمود و افق همزمان برای شما میزنه. بعضیا به خاطر که کلید روی دستگاه نوشته فکر می‌کنن این دو دیود. که با نگه داشتن این کلید شما نور تراز چند ثانیه چشمک داره کم نور میشه، با نگه داشتن مجددش نورش پر نور میشه و این یه تراز معمولی تک لیزر است. تراز دومی که داریم تراز 2660 یا 2660 که سری جدیدش هست. بازم تو این تراز به همین صورت قسمت پشت در باتری رو اگه باز کنید قسمت‌های مثبت و منفی انداختن باتری هست. خیلی دوستان باتری رو اشتباه می‌ندازن و اشتباه فکر می‌کنن تراز لیزری روشن نمیشه. باتری رو به صورتی که طبیعی در باتری نوشته شده میندازیم و تراز رو روشن میکنیم. این تراز مدل دو خطه و نور قرمزه که با نگه داشتن کلید و زدن کلید میتونید موردهای عمود و افق رو جدا کنید و با کلید دیگه قسمت چشمک‌زن و کم نور و پر نور شدن نور لیزر هستش.